سلام علیکم. میخوای بهت ثابت کنم خدا چقدر دوستت داره؟ پس 5 ثانیه همراه من باش. 1 2 3 4 5 ثانیه تو این دنیا اتفاقاتی افتاد. همین الان که تو داشتین ویدیو رو میدیدید 21 نفر به دنیا آمدن. تو اینترنت سرچ کن، تو هر 5 ثانیه 21 نفر به دنیا میان. از این 21 نفر یک نفرشون ناقص به دنیا میاد. 10 نفرشون تو خانواده فقر به دنیا میاد. تو فقیر نیستی؟ اگر فقیر بودی الان گوشی نداشتی که بتونی ویدیو رو تماشا بکنی. و چند نفر از این 21 نفر تو خانواده یهودی به دنیا اومدن، مسیحی به دنیا اومدن. همین الان تو خانواده بودایی، تو خانواده گاو پرستا، تو خانواده بیدین و ایمان ها به دنیا اومدن. ولی الله تو رو انتخاب کرد. ببین تو این 21 نفر الله تو رو تو خانواده مسلمان به دنیا آورد. تو آرام میشی وقتی نماز میخونی، تو افتخار میکنی، میگی من الله رو دارم با وجودی که نمازم نمیخونی. میگی الله وجود داره، کیف میکنی مسلمانی. ببین الله چقدر تو رو دوست داشت. پس بگو الحمدلله، الله شکر تو منو دوست داری. اگر نماز نمیخونی، اگر گوش به حرفاش نمیدی، ببین اون خیلی تو رو دوست داشت. بی معرفتیه تو دوستش نداشته باشی. برو سمتش. دست دوستی الله به سمتت درازه. دست الله رو بگیر قبل از اینکه دیر بشه. اون موقع تو قبر خونم گریه بکنیم الله به داد ما نمیرسه.